با درود و احترام خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان برنامه پادکستی توک ویت نیما. من نیما خورمروز هستم، زبانشناس، استاد دانشگاه و میزبانتون در این برنامه پادکستی. پیش از آغاز برنامه ذکر چند نکته ضروری هست، هرچند که سعی میکنم زیاد سخن نگم و عنان کار رو به دست میهمان محترم این اپیزود یا این قسمت از برنامه پادکستی بسپارم. نکته اول باید بگم که این برنامه پادکستی در شرایط خاصی ضبط میشه، در شرایطی که کشور ما ایران در گیرودار یک جنگ خانمانسوز قرار گرفته. هرچند که در طول روز گذشته صحبت از آتش‌بس بود و گویا آتش‌بسی هم بین ایران و اسرائیل شکل گرفته، ولی ضبط این برنامه در زمانی است که کشور ما درگیر جنگی هست با دو قدرت جهانی، یعنی آمریکا و اسرائیل. بنابراین این اپیزود حول محور جنگ ایران و اسرائیل هست. نکته دومی که بایستی بهش اشاره بکنم، این برنامه پادکستی به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه میشه. طبیعتاً پیش از ضبط و پخش هر اپیزود به مخاطبین این برنامه گفته میشه که آیا اپیزود بعدی به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی خواهد بود، که مخاطبین زبان فارسی مطالب فارسی رو دنبال بکنن و به طب مخاطبین انگلیسی سراغ مطالب انگلیسی برن، که همه اینها در آرشیو کانال یوتیوبی توک ویت نیما گذاشته خواهد شد. مشخصات کانال یوتیوبی هم در این پایین هست که میتونید وارد کانال یوتیوبی بشین، برنامه رو دنبال بکنید. لطفاً بر دکمه سابسکرایب کلیک بفرمایید تا بتونید جدیدترین اخبار مربوط به این پادکست رو بشنوید و از مطالب لذت ببرید. تلاش بر این هست که بیشتر موضوعها در یک اپیزود یا قسمت به اتمام برسه، هرچند ممکنه بعضی موضوعها به خاطر اهمیتشون، از جمله همین موضوع امروز، در یک اپیزود به پایان نرسه و تلاش میشه که در هر اپیزود از میهمانان محترمی دعوت بشه. حالا گاهی ممکنه بیش از یک میهمان، گاهی یک میهمان، یا گاهی ممکنه بنا به ضرورت فقط میزبان شما در برنامه باشه و میهمانی دعوت نشه. اما من بحث رو کوتاه میکنم با ذکر این نکته که مطالبی که در این برنامه پادکستی توسط میهمانان برنامه چه به فارسی و چه به انگلیسی گفته میشه نقطه نظرات میهمانان برنامه هست و الزاما نقطه نظرات من به عنوان میزبان این پادکست میتونه نباشه و این پادکست در یک فضای 100% مستقل تهیه میشه. یعنی من و این پادکست به هیچ نهاد، به هیچ دسته و به هیچ ارگان وابستگی نداریم و به خاطر این در حقیقت ویژگی خاص که 100% مستقل هستیم، فضا و بستری رو فراهم میکنیم که افراد در یک محیط دیپلماتیک بتونن مطالب خودشون رو به آزادی بگن. طبیعتا هیچ سانسوری در کار نیست، افراد میتونن با حفظ شؤونات اخلاقی هر مطلبی که دارن بگن و دیگری رو به چالش و به نقد بکشونن. اما من سخن رو کوتاه میکنم و مایل هستم که هر چه زودتر وارد بحث بشیم. در این برنامه پادکستی در خدمت یکی از عزیزترین میهمانان خودم هستم، عزیزی که ایشون رو دوست راستین خودم میدونم، ازشون بسیار آموختم و بسیار خوشحالم که دعوت من رو پذیرا بودن و در این برنامه پادکستی در خدمتشون هستم. جناب دکتر محمود صباحی، نویسنده، جامعه شناس و کنشگر سیاسی، ایشون نیازی به معرفی و معارفه ندارن. مطمئن هستم که مخاطبین برنامه با نقطه نظرات ایشون آشنا هستن، چرا که به مجرد این اطلاع رسانی که ایشون قرار هست میهمان برنامه باشن، میتونم بگم که طیف زیادی از شما عزیزان سوالات و پرسشاتون رو فرستادین تا از ایشون بپرسم. در خلال برنامه چنانچه فرصت بود تلاش میکنم پرسش‌های خودم رو مطرح بکنم. من درود میفرستم به استاد عزیزم دکتر محمود صباحی. از ایشون میخوام اگر درودی میخوام به مخاطبین بفرستن. یک شگفتانه یا سورپرایز هم دارم و با اون شگفتانه برنامه رو آغاز میکنم. بفرمایید، در خدمتتون هستیم آقای صباحی. خیلی ممنونم آقای خرمروز عزیز از لطف شما و از دعوت شما. منم خیلی خوشحالم که در اینجا حضور دارم در برنامه شما در پادکستتون و خوشحالم که میتونم با مخاطبین شما گفتگو بکنم و البته با خود شما. باعث افتخار و سعادت ما هست.
اگر اجازه بدین هر چه زودتر وارد برنامه بشیم، چون من خیلی مشتاق هستم نقطه نظراتتون رو بشنوم. یک شگفتانه یا سورپرایز دارم، با این شگفتانه برنامه رو آغاز بکنیم و بعد برسیم به بحث اصلی و مطمئن هستم که گفتگوی بسیار بی‌نظیری خواهد بود. خب عزیزان، من این شگفتانه رو پخش میکنم و بیش از این چیزی راجع به این شگفتانه نمیگم و با این شگفتانه بحث رو آغاز خواهیم کرد. Password. Scrotum. So be it. بله، سکانس خیلی تکان دهنده و مهیجی بود، علل خصوص قوطه شدن خون. اجازه میخوام با همین سکانس از این فیلم بحث رو آغاز بکنیم. اولا چه شد؟ چون من به دوستان بگم که این شگفتانه پیشنهاد خود دکتر صبایی بود. چه شد شما تصمیم گرفتین با این سخن رو آغاز کنیم؟ بله، در واقع وقتی شما از من دعوت کردین پیرامون این وقایع صحبت بکنم، اولین تصویری که به یادم اومد تصویر کالیگولا بود. این در واقع یک فیلمی هست که بر اساس نمایشنامه کالیگولا از آلبر کامو ساخته شده و در این نمایشنامه، خب این نمایشنامه بی‌نظیره. یعنی در واقع من پیشنهاد میدم اونایی که نخوندن یک بار دیگه اون رو بخونن یا همین فیلمی رو
دنبال چیزی است که در حقیقت در زمین به دست نمیاد و در رابطه کالیگولا در واقع یک رابطه است با جهان که می شود گفت که یک رابطه سابجکتیو، در واقع یک رابطه است که اساسا میشه گفت وجود نداره، یعنی در واقع اصلا تعاملی با جهان نداره، یک رابطه ذهنی است و کاملا خیالی است، توهمی است و بریده از واقعیت و در نهایت به همین دلیل هست که می‌بینیم در همون صحنه پایانی خرد جمعی که حالا تو اون جامعه وجود داره همگی دست به دست سهم میدن و یک مانع بزرگ زندگی رو در واقع جریان یافتن زندگی رو نابودش میکنن. در حقیقت همه سرنوشت های ایدئولوژیک این چنین هست. خود آلبر کامو در یه مصاحبه راجع به این نمایشنامه میگه که کالیگولا مردی است که شور زندگی او را تا جنون تخریب پیش میراند، مردی که از بس به اندیشه خود وفادار است، وفاداری به انسان را از یاد میبرد، خطای او در انکار انسان است. حالا من میخوام بگم که خطایی که جمهوری اسلامی داره و نظام حاکم داره و رهبری او داره و اصلا جامعه ما رو، کشور ما رو به این ورطه شگفت‌انگیز و در ورطه این جنگ کشانده، دقیقاً به این دلیل هست که انسان رو فراموش کرده، آدمی رو فراموش کرده، واقعیت، گوشت و پوست و خون رو فراموش کرده و شیفته عقاید خودش هست و ذهنیات خودش هست، در واقع ایدئولوژی خودش هست که اصلا ربطی به جهان نداره، ربطی به زندگی نداره، ربطی به همزیستی نداره. شما اگر در نهایت از دقیقاً مثل کالیگولا اگر از آقای خامنه‌ای بپرسید که برای چی مثلا شما بایستی فلسطین آرمان شما باشه، واقعا پاسخ روشنی نداره. شما برای چی باید مثلا تا 25 سال آینده برای چی باید اسرائیل وجود خارجی نداشته باشه، استدلالی نداره. یعنی هر استدلالی که ارائه بده با واقعیت بیگانه است، در واقع فقط توجیه اون چیزی است که اون وضعیت سابجکتیوی است که در ذهن اون آدم هست و در ذهن نظامی است که او ساخته و افرادی که دارن با او، اونا هم در واقع در عالم هپروت هستن، در عالم موهوم خودشون هستن و رابطهشون در واقع با واقعیت اصولا قطعه و اصلا درکی از واقعیت ندارن. شما این رو من میخوام الله به طور قاطع بگم که این نظام دقیقاً سرنوشتش باید مثل کالیگولا در واقع به یک شکلی جامعه تصمیم بگیره و اون رو از پیش پای خودش برداره. هیچ راه دیگری برای نجات وجود نداره، برای اینکه این یک، ببینید صحنه آخر کالیگولا میگه من زنده ام. ببین وقتی داره اون سرداراش هستن در واقع به نوعی تمام کسایی هستن که سالها باش همراه بودن و بخشی از اون شاکله اون جامعه هستن، ولی میگه من زنده ام. چرا میگه من زنده؟ میگه من نمیمیرم، من یه ایده هستم، من بمیرم کسی دیگری میاد این ایده رو، تا زمانی که جامعه ما، حالا میخوام از این نقطه حرکت بکنم، ببینید جمهوری اسلامی یک هیولایی است که در ذهن جامعه ما پرورده شده، در واقع در دل خود ما پرورده شده. ما تا زمانی که این ایده رو شناسایی نکنیم و در واقع ازش فاصله نگیریم و افسار زندگیمون رو به دستش ندیم، خامنه‌ای میمیره، تمام سران سپاه را هم بکشن، در واقع هیچ اتفاقی نمیفته، چون آرمانه، چون ایده زنده است، اون از بین نمیره، اون میتونه در جلد کس دیگری، در پیکر کس دیگری، تا زمانی که در واقع جامعه داره خودش اونجوری فکر میکنه، داره اونجوری در واقع به جهان نگاه میکنه، خودش رابطش با جهان قطعه، و تا زمانی که این چنین هست در نهایت کالیگولای ما از بین نمیره. در واقع نظام جمهوری اسلامی ما
از بین نمیره و میتونه به اشکال متفاوت، به حیات خودش فرمهای متفاوت، حتی بیاد از فرم عبا و عمامه بیاد در واقع در فرم کراوات خودش رو باز تولید بکنه، در یک شکل در حقیقت ظاهرا مدرن، اما با همون ایده، با همون آرمان، با همون فکر و که بیاد همون دو قطبی سازی به اصطلاح جمهوری اسلامی رو که میاد خودش رو غیر مطلق تصور میکنه و دیگری رو شر مطلق و دیگران رو شر مطلق، اصلا کلا با کل جهان در میفته. یعنی همین چیزی که ما مطرح کردیم، واقعا جامعه ما با تمام جهان روبرو شده، با تمام دنیا روبرو شده. اسرائیل یک کشور ساده ای نیست. اسرائیل از به واسطه اروپا حمایت میشه و نماینده در واقع امریکا و اروپا است که داره در حقیقت اینجا جولان میده و در این منطقه و در کشور ما داره جولان میده. و شما فکر کنین که ما اصلا چه ضرورتی داره که اصلا این نزاع رو برای چی ما آفریدیم و برای چی نظام ما این نزاع رو به استقبالش رفت. در واقع ظاهر قضیه هم اینه که اسرائیل به ایران حمله کرده، ولی واقعیت امر این است که اسرائیل به ایران حمله نکرده. در واقع مثل همون جنگ ایران و عراق، زمینه این حمله رو در واقع نظام جمهوری اسلامی فراهم کرده و حمله واقعی رو با تهدید شروع میکنن. شما ببینید در کل حیات این نظام تعبیر میشه اسرائیل قده سرطانی است، یک حرامزاده است. یک اصطلاحاتی که به کار میبرن، اصلا فرض کنیم هم که درست باشه، اصلا فرض کنیم که یک حرامزاده است، من میگم باشه، یک بچه‌ای به واسطه یک مکانیزم خیلی بدی مثل تجاوز مثلا متولد شده، ولی وقتی به دنیا آمد او یک پدیده واقعی است. الان اسرائیل یک سرزمینی است، یک دولتی است، یک حکومتی است، یک واقعیت جهانی است که دنیا اون رو به رسمیت میشناسه. شما نمیتونی اینجا در واقع بیای ادعا بکنی که به این دلیل که مثلا چون میدونم اسرائیل به عنوان کشور مثلا چون عمرش کوتاست مشروعیت نداره. در واقع نمیدونم این مشروعیت که شما تعیین نمیکنین، مشروعیت رو واقع خرد جهانی تعیین میکنه، سازمان‌های جهانی تعیین میکنن و وقتی تعیین کردن اون یک فنومنی است که واقعی است و هست و شما نمیتونی در واقع اون رو حذف بکنی. و این اصلا تهدیدها دقیقاً تهاجم و تجاوزی است که جمهوری اسلامی از همون اول در واقع روا داشته نسبت به اسرائیل. و در حقیقت بعدم ما نقطه کلیدی که میخوام بگم اینجا اینه، ببینید جمهوری اسلامی برآمده منتالیتی و ذهنیت خود ما ایرانیاست و مسئولیتش هم با ماست. یعنی این که ما تا زمانی که مسئولیت وضعیتی رو که امروز در جامعه ما و جنگی که داره بر ما به اصطلاح تحمیل میشه، اگر این مسئولیت رو نپذیریم و اون رو فرافکنی بکنیم روی مسائل دیگه، هیچ وقت مشکل و مسائل اجتماعی ما حل نخواهند شد. ما ناگزیریم اگر همه دنیا هم مقصر بوده باشند در پیدایش این وضعیت، اما اگر ما میخوایم این وضعیت رو تغییر بدیم یک راهکار بیشتر نداره، اونم اینه که مسئولیت این وضعیت رو چیکار بکنیم؟ بپذیریم و از طریق اون دست به عمل بزنیم، وارد در واقع حوزه عمل بشیم و خودمون رو، جامعه خودمون رو از این اوضاع و از این شرایطی که نه زندگی است و نه مرگه، یک وضعیت برزخی هولناکه. یعنی این وضعیتی است که ما داریم سالها باش زندگی میکنیم، سالهاست که داریم باش زندگی میکنیم، فقط اینجا شدت پیدا کرده این وضعیت. در واقع یک مقداری در واقع از اون حالتی که ما بهش عادت کرده بودیم کمی و حالت نزدیکتری پیدا کرده، ما بیشتر حسش میکنیم، ولی
منی که در واقع با آغاز این نظام یک جورای زندگیم و شاکله زندگیم شکل گرفته، همیشه در این وضعیت معلق بین نه مرگ و نه زندگی کردیم و همچنان داریم و این مسئولیت این وضعیت رو ما باید بپذیریم و فرافکنیش نکنیم. نمیدونم به روی کشورهای خارجی، نمیدونم ممکنه بله جهانی است بیرحم، جهانی است که اساسا نه تنها این ربطی فقط نمیدونم به امریکا یا به اسرائیل یا به ترکیه یا به افغانستان یا به اینجا اونجا نداره. ما در یک جهان بیرحم زندگی میکنیم. جهان بیرحم یعنی حالا اگر بخوایم قضاوت ارزشی نکنیم، ما در یک آشوبی زندگی میکنیم. همه چیز در حال تهدید ماست. در واقع همه چیز میخواهد که بر ما چیرگی پیدا بکنه. این وسط ما چطوری میتونیم در دل این آشوب، در دل این بحران، در واقع واهه عقلانی خودمون رو به وجود بیاریم؟ اون به اصطلاح اون لمحه‌ای که به ما امکان زندگی انسانی رو میده رو بتونیم به وجود بیاریم. ما تا زمانی که تن به این مسئولیت پذیری ندیم و مسئولیت شرایطی که برای ما پدید اومده رو نپذیریم، بعد نمیتونیم دست به عمل بزنیم و در نهایت میبینیم که به زبان نیچه اون میگه که انسانی که در واقع به خودش فرمان نمیرانه، سرنوشتش اونه که برش فرمان برانن. یعنی تا ما بر خودمون فرمان نرانیم، تا مسئولیت و برای اینکه بتونیم بر خودمون فرمان برانیم و سرنوشت خودمون رو خودمون تعیین بکنیم، میبایستی که این رو یاد بگیریم که منتظر این نمانیم که کسی بیاد برای ما به اصطلاح سرنوشت تعیین بکنه، یا اینکه ما فکر کنیم که دیگران میتونن برای ما سرنوشت تعیین بکنن. نه، اینکه حوادث چگونه پیش میروند و چگونه روی میدهند و چرا روی میدهند، این یک مسئله است و شاید اینکه بله حوادث روی میدن ولی دست ما نیست، ما نمیدونیم. نه حتی خیلی از اوقات نمیتونیم پیش بینی بکنیم که این حوادث کی و کجا و چگونه روی میدن، ولی یک کار میتونیم بکنیم. از اونجایی که ما این یک ور ماجرا اصلا در اراده و اختیار ما نیست، اما یک سوی دیگر اون کاملا در اراده ماست. اون هم اینه که ما نسبت به این حوادث چگونه واکنش نشان میدهیم. این چگونه واکنش نشان دادن در حقیقت همون مسئولیتی است که ما باید بپذیریم. اوکی، همه عالم، همه جهان علیه ماست، اما ما در برابر این وضعیت چگونه تصمیم میگیریم و چگونه در واقع میتونیم که در حقیقت در راستای تغییر وضعیت گام برداریم. این اون نقطه اصلی است که به هر حال ما باید بهش نگاه بکنیم و تأکیدم اینه که آره، جمهوری اسلامی از بین نمیره. یک ایده است، یک آرمان، یک ایدئولوژی است. با افراد نیامده، با افراد هم نخواهد رفت، مگر این که ما ایده رو شناسایی بکنیم که از کجا اومده، داره چجوری عمل میکنه و چگونه میتونیم در واقع خود ما از این ایده فاصله بگیریم و ایده دیگر رو جایگزین بکنیم و جهان دیگر رو برای خودمون تصور بکنیم. بله، سپاسگزارم. صحبت‌های خیلی مهمی اینجا پدیدار شد. من یه نکته رو به مخاطبین و بینندگان بگم که ما اینجا داریم به شکل تحلیلی مسائل رو بررسی می‌کنیم. یعنی ورای اون کاری که شاید مفسرهای سیاسی می‌کنن. مفسرهای سیاسی ممکنه بیان و مثلا راجع به آینده آقای خامنه‌ای صحبت بکنن که آیا خامنه‌ای ترور میشه، آیا زنده میمونه، نمیمونه. ولی واقعا من فکر می‌کنم چون تعداد زیادی از پرسش‌هایی هم که دست من رسیده بود برآیند این بحثا بود که آیا خامنه‌ای ترور میشه یا نمیشه، من فکر می‌کنم این بحثا اصلا اولویت نداره. اون چه که اینجا داره بررسی میشه خیلی مهمتر از این هست که مثلا شخص خامنه‌ای چه اتفاقی براش میفته، یا آیا مثلا فرض بکنید پسا جمهوری اسلامی بنا از جمهوری دومی شکل بگیره، اولوگارشی ها مثل روحانی قرار سر کار بیان یا مثلا شاهزاده پهلوی سر کار بیاد. صحبت های دکتر صبایی چندین نکته مهم رو در خودش داشت. یکی
حالا من شاید اگه درست فهمیده باشم ایده آخوندیسم، یعنی اینکه آخوند میتونه از میان بره ولی آخوندیسم از میان نمیره، چون این ایدئولوژی آخوندیسم برآیندی از فرهنگ ما هست و مادامی که اون خرد جمعی رو ما نداشته باشیم یا خرد جمعی ما به سطحی از اون بلوغ و شعور نرسه که بتونه در جهت رفاه جامعه گام برداره، مثلا حالت سمبولیک که اینها اومدن و اون فرد رو زمین زدن، این آخوندیسم به ابعاد و اشکال مختلفی میتونه خودش رو نشون بده و این صحبت حتی آینده ایران رو هم میتونه بسازه. یکی این بحث بود، یکی این موضوع که باز خیلی الان نقل محافل هست، یک یأس و ناامیدی پسا این به اصطلاح آتش بس پیش اومد، چون برخی دوستان فکر میکردن که اسرائیل با این به اصطلاح بمباران ها قرار هست که رژیم رو تغییر بده و بسیاری از دوستان خارج نشین میگفتن خب بسیار خوب، حالا ما که خودمون نتونستیم اقدامی بکنیم، اسرائیلی آمده در کار رژیم رو تغییر میده و چه بهتر، رژیم تغییر میکنه ما برمیگردیم مملکتمون. و اینجا اون تفکر دایجان ناپلئونسکی و این بحث به اصطلاح اینکه نیروهای خارجی الزاما باید کاری بکنن که تو صحبت دکتر سواری نهفته بود این موضوع که چون این نیست، یعنی در نهایت جامعه هست که باید به اون شعور برسه و بتونه کنشی بکنه، نه اینکه همیشه منتظر واکنش ما باشیم. اگه من حالا درست تونسته باشم متوجه بشم. حالا دکتر جان وقت کوتاه، اما این بحث رو ما یقینا باید ادامه بدیم، چون این صرفا یک مقدمه‌ای هست و مسائل سیاسی هم مدام در حال تغییرن، خیلی سیال هستن، علل خصوص وضعیت حاکم وضعیت خیلی خاصی است. با این همه، یعنی این صحبت هایی که مطرح شد، شما آینده وضعیت ایران رو چگونه می‌بینید؟ آتش بسی شکل گرفته، حالا برخی میگن آتش بس از جانب هر دو کشور نقض شده، برخی میگن که این آتش بس یک حربه‌ای بوده که جنگ دوم صورت بگیره، برخی میگن که این آتش بس فرصتی است برای خیزش و جنبش‌های خیابونی که مردم رژیم رو تغییر بدن تا همین تفکر دایجان ناپلئونسکی نباشه. و اینکه در کلیت های شما نگاه مثبت دارین به این موضوع یا منفی؟ ببینین در مجموع من به کل حرکت تاریخ جهانی نگاه مثبت دارم، یعنی نه تنها در ایران بلکه حرکت تاریخی انسان رو وقتی از اون اول نگاه میکنم تا الان، ما به اصطلاح به سمت یک بلوغ و یک رشدی حرکت کردیم. طبیعتا جامعه ایران به ویژه قطعا به واسطه اتفاقا همین تجربه جمهوری اسلامی، چون نمیتونی در واقع یه راه نرفته رو مثلا بدون یک راه رفته به نتیجه برسی، به آگاهی برسی، به آزادی برسی. جامعه ایران اتفاقا با تجربه به زیستی جمهوری اسلامی بلوغی دست پیدا کرده که در کل تاریخ سابقه نداره. یعنی این رو در واقع میخوام خیلی روشن و صادقانه بگم که در جامعه ایرانی در شرایط کنونی اون شاکله اصلی جامعه ایرانی در واقع دیگه اون کسانی نیستن که الزاماً بخوان منتظر کسی باشن که اونها رو نجات بده ولی اینکه حالا مطابق آرزو اندیشی برخی از افراد عمل نمی کنن و یه بحث دیگه است. بعضی آرزو اندیشی میکنن به جای تحلیل، مثلا فکر میکنن که الان شرایط مناسب پیش اومده چرا ملت نمیریزن تو خیابون. این حرفا بی‌معنی است، چون به ملت نمیتونید دستور بدی، به جامعه حرکت جامعه حرکت ناخودآگاه، یعنی خرد جمعی است و جامعه در اون بزنگاه خودش عمل خودش رو و کنش خودش رو ظاهر میکنه و در نهایت اون حرکت تاریخی خودش رو حتما طرحش رو می اندازه و به شکل اون مسئولیتی که ازش گفتیم اون مسئولیت رو میپذیره. ولی اینکه ما نمیدونیم، برای هیچ کسی مشخص نیست. ببینید برای هیچ کسی مشخص نیست که حرکت بعدی چی هست. ما یک گام رو بر می داریم ولی اینکه گام بعدی واقعا از پسش چه خواهد اومد الزاما قابل پیش بینی نیست. اما تأکید من اینه که
ما هستیم که میتونیم تمام این اتفاقات رو در راستای یک خیر بزرگتر به کار بگیریم، یا اینکه با آرزو اندیشی و با ماندن و انتظار کشیدن اینکه کسی بیاد ما رو نجات بده، در واقع از خیر این اتفاق و این موهبت و این شرایط تاریخی و این بزنگاه تاریخی در واقع بگذریم. ولی وقتی میگم ما اینجا، وقتی میگم دقیقا اون مای جمعی است که پیشبینی من اینه که قطعا جامعه ایرانی بهترین تصمیم ها رو و عقلانی ترین تصمیم ها رو خواهد گرفت و سنجیده ترین تصمیم ها رو خواهد گرفت، کما اینکه تا الان هم بسیار سنجیده و خردورزانه عمل کرده، در واقع احساساتی عمل نکرده، تحت تاثیر القاءات بیرون از جامعه قرار نگرفته، اگرچه نظام حاکم اینها رو به حساب خودش میگذاره، ولی در واقع اون میدونه که اتفاقا اینطوری نیست. اینکه یک جامعه‌ای در یک چنین شرایطی عقلانی رفتار میکنه و جامعه ایران دچار به اصطلاح بحران نمیشه، نمیدونم گروه های مختلف از جای مختلف سر بر بیارن، تفرقه ایجاد بشه، نمیدونم جنگ داخلی ایجاد بشه، این یک اتفاق بزرگی و نشان میده که جامعه ما پشتوانه فرهنگی و تاریخی قدرتمندی داره و یک ملت منسجمه و طبیعتاً این فقط در قالب یک شعار نیست، بلکه خودش رو داره به شکل عملی نشان میده که در خیلی از جوامع به محض اینکه یک جایی رو بمباران میکنن یا یک خللی در اون ساختار سیاسی و نظامی اون جامعه وجود میاد، میبینیم که کل جامعه هر کدوم برای خودشون هر گروهی برای خودش اسلحه میگیره و میخواد در واقع بقیه رو بدره. ولی میبینیم در جامعه ما اصلا اینطوری نیست. جامعه ما یه پیکره قدرتمندی داره، عقلانیت قدرتمندی داره و اینها جای امیدواری است. اما ناگزیریم یادآوری بکنیم و به یاد بیاریم که مسئولیت همه زندگی ما در دست خودمونه و هیچ کس در واقع اجازه نداره برای ما تصمیم بگیره، نه به واسطه بحث ملی گرایی یا نمیدونم بحث اینجوری، نه، اساساً این حق انسانی ماست، این حق به اصطلاح ملی ماست، حق حیاتی ماست که برای سرنوشت خودمون تصمیم بگیریم و به اصطلاح شیوه زندگی سیاسی خودمون رو خودمون تعیین بکنیم. وگرنه طبیعتاً گفتم قاعده بر اینه که کسی که برای خودش تصمیم نمیگیره یکی میاد براش تصمیم میگیره، به همین سادگی. این رو نباید غفلت بکنیم ازش و مترصد این بمونیم که کسی بیاد برای ما تصمیم بگیره، چون اگر چنین اتفاقی بیفته یعنی اینکه ما به لحاظ تاریخی به بلوغ نرسیدیم و نتونستیم این رو تشخیص بدیم که سرنوشت ما در نهایت مسئولیتش با خود ماست. بسیار هم عالی. خب تقریبا به پایان این پادکست رسیدیم. تا پس از پایان برنامه 2 دقیقه فرصت خواهد بود که میهمان محترم جناب دکتر سخنان پایانی خودشون رو در اون 2 دقیقه بگن. الان نزدیک 4 دقیقه فرصت هست. من پرسش نهایی که میخوام مطرح بکنم با ذکر این نکته خدمت مخاطبین عزیز که ما دکتر صبایی رو دعوت خواهیم کرد تا در ادامه بحث رو باز بکنن. این نکته رو میخواستم مطرح بکنم که عنوان این برنامه یک حمله یک سقوط هست. آیا شما فکر میکنید که حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی و نظامی ایران باعث سقوط جمهوری اسلامی شد یا خواهد شد؟ بلخص این که الان این آتش بس صورت گرفته و جمهوری اسلامی به خاطر عقده هایی که در سطح جهانی داره و این که در سطح جهانی تحقیر شده الان شروع کرده با آزار رسوندن بیشتر به مردم خودش. آیا فکر میکنین جمهوری اسلامی سقوط کرده؟ ببینید جمهوری اسلامی، خیلی کوتاه بگم، جمهوری اسلامی یک شاکله ای داره که هیچ وقت اصلاح نمیپذیره. بله.
توی فیلم دارلینگز، یه فیلم هندی فوق‌العاده هست، یک اگر دیده باشین ببینید، منش جمهوری اسلامی مثل اون شخصیت اون شوهر اون به اصطلاح اون زن در اون فیلم هست که دقیقا در وضعیت بحرانی میاد دوباره خودش رو ملت میچسبونه، اما به محض اینکه بحران تمام شد به مراتب خطرناکتر از هر دوره ای دوباره برمیگرد. چون اصلا منشش اینه، ببینین منشش اینه. اصلا جمهوری اسلامی ساختارش به گونه است که فقط جامعه جهانی رو تهدید نمیکنه، فقط اسرائیل رو تهدید نمیکنه. بزرگترین کسی و چیزی رو که تهدید میکنه جامعه ایرانی است. جمهوری اسلامی چنین ساختاری داره و جمهوری اسلامی باید بالکل کنار گذاشته بشه. اینکه چطور باید کنار گذاشته بشه، یک تصمیم جهانی جمعی و در ارتباط با خرد جمعی و به اصطلاح عمومی و به اصطلاح اجتماعی ایرانی است. یعنی در این حال ما در این حال که ایرانی هستیم جهانی هم هستیم. اینو در نظر بگیریم که ما نباید دچار این توهم بشیم که جهان رو از مدار فکر خودمون بگذاریم کنار و از تعامل به خودمون و از گفتگوی خودمون بذاریم کنار. نه، دقیقاً در ارتباط با جهان در واقع باید تصمیم نهایی رو برای این سیستم بگیریم. این سیستم باید به کلی محو بشه، اصلا کنار گذاشته بشه. چون هیچ در واقع تکه سالمی در اون وجود نداره. و حالا اینا وقت نیست که توضیح بدم چرا اصلا کلا جمهوری اسلامی مظهر یک بیماری است و وقتی میگه تومور، در واقع این تومور خودش هست. من یه مقاله دارم سالها پیش نوشتم که چرا جمهوری اسلامی از داعش برای جهان خطرناکتره. اونجا دقیقاً توضیح دادم این رو، ولی چون وقت نیست فکر میکنم همین پاسخ کافی باشه که بتونیم به هر حال بله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر محمود صباحی بابت حضورتون در این برنامه پادکست. این نکته رو متذکر میشم دوستان گرامی که از ایشون دعوت خواهیم کرد در ادامه به شرح مطالب و بیانات خودشون بپردازن. وضعیت واقعا وضعیت خیلی خاص و فوق‌العاده‌ای هست و یقینا نقطه نظرات اساتیدی همچون دکتر صباحی میتونه چراغ راهی باشه برای ما که ببینیم چه باید کرد. چون همونجوری که گفتم در اینجا سعی میشه که مطالب به شکل عمیق مورد تحلیل قرار بگیره تا اینکه الزاما پیشگویی بکنیم یا پیشبینی بکنیم نسبت به اینکه چه میشه و اینکه بخوام صرفا به فرد اتکا بکنیم. این به نظر من هم زیاد پسندیده نیست. بهتره که واقعا اون خرد جمعی آشکار بشه، اون خرد جمعی ما فعال بشه که بتونه چراغ راهی باشه و فکر میکنم ما به اون بلوغ داریم میرسیم. همونجور که جناب صباحی گفتن واقعا جمهوری اسلامی در آینده خواهیم فهمید که بسیار چیزها رو به ما داد، از جمله اینکه به ما نشون داد دشمن ما درونی هست و اون دشمنی که ما همیشه در خارج دنبالش بودیم در حقیقت برآیندش از درون ما میاد. خب عزیزان و دوستان گرامی اگر موافق باشین من برنامه رو اینجا به پایان میرسونم. این برنامه در کانال یوتیوب توک ویت نیما قرار خواهد گرفت. لطفاً این کانال رو سابسکرایب بکنین. البته پس از این برنامه 2 دقیقه دیگه در خدمت جناب صباحی خواهیم بود تا در اون 2 دقیقه من سکوت میکنم ایشون نقطه نظرات خودشون رو بگم. با تشکر فراوان از جناب دکتر محمود صباحی بابت حضورشون در برنامه. تشکر از کارگردان محترم برنامه آقای پاتریک و آقای سلطان که امروز در خدمت ما بودن. تا برنامه بعدی بسیار سپاسگزارم و شما رو به خدای منان میسپارم. فعلا خداحافظ.